فراتر از جهان قابل مشاهده ما چه چیزی وجود داره؟ تصور کنید یک شب صاف به بیرون برید و به آسمون نگاه کنید. میلیون ها ستاره رو میبینید که توی تاریکی میدرخشن. اما اگه یک تلسکوپ قوی داشته باشید تازه میفهمید اون چیزی که با چشم غیر مسلح میدیدید فقط یک ذره کوچیک از جهانه. حالا اگه بگیم حتی با قوی ترین تلسکوپ های دنیا هم فقط یک بخش از جهان رو میبینیم چی؟ اینجا یک مفهومی داریم به اسم جهان قابل مشاهده. یعنی بخشی از کیهان که نورش از زمان مهبانگ تا به الان تونسته ما برسه. چون کیهان حدود 13.8 میلیارد سال سن داره، پس نوری که با سرعت 300,000 کیلومتر بر ثانیه حرکت میکنه فقط تونسته توی این مدت یک محدوده ای از فضا رو ما نشون بده. این یعنی احتمالاً یک کره غول‌پیکر که قطرش حدود 93 میلیارد سال نوریه و فقط میتونیم داخل اون رو ببینیم. اما سوال ما در این ویدیو اینه که فراتر از این جهان قابل مشاهده چی هست؟ اصلاً اون بیرون چه خبره؟ آیا جهان همینطور ادامه داره؟ یا یک دیواره‌ای هست که کیهان توش تموم میشه؟ یا شاید چیزهای اون بیرون هست که ما حتی نمیتونیم تصور کنیم؟ اینجا جاییه که دانشمندان و فیزیکدانان کلی نظریه مطرح کردن. بعضیا میگن کیهان بی نهایت بزرگه و تا هر جا برید باز هم ادامه داره. بعضیا میگن شاید جهانهای دیگه‌ای هم وجود داشته باشن، یعنی یک چند جهانی داشته باشیم که هر کدوم قوانین فیزیکی خودشون رو دارن. عده‌ای میگن ما توی جهانی زندگی میکنیم که اگه خیلی جلو برید از یک نقطه دیگه برمیگردید، درست مثل سیاره زمین. پس توی این ویدیو قراره بریم به سراغ این نظریه ها و ببینیم دانشمندان درباره اون طرف جهان قابل مشاهده چی فکر میکنن و اصلا چطوری میتونیم یک روز بفهمیم که واقعا اون بیرون چه خبره. خب همونطور که اشاره کردیم فراتر از جهان قابل مشاهده یعنی هر چیزی از کیهان که خارج از محدوده دید ما قرار داره، چون نورشون هنوز به ما نرسیده یا هیچ وقت نمیرسه. به زبان ساده اگه جهان یک اقیانوس باشه ما فقط تا جایی رو میبینیم که نور به چشممون میرسه، ولی پایینتر هنوز هم آب هست، فقط از دید ما پنهونه. پس فراتر از جهان قابل مشاهده هم شاید بخش‌هایی از کیهان هم وجود داشته باشن، اما چون محدودیت نور و زمان داریم نمیتونیم ببینیمشون. قبل از اینکه بریم به سراغ نظریه اول به این سوال بیایم پاسخ بدیم که چرا ما محدودیت داریم. این محدودیتی که نمیذاره فراتر از جهان قابل مشاهده رو ببینیم. دلیل اصلی اون هم اینه که نور یک سرعت مشخص داره و تا وقتی که به ما نرسه ما نمیتونیم چیزی رو ببینیم. حالا چرا این موضوع انقدر مهمه؟ بر اساس نظریه بیگ بنگ جهان ما حدود 13.8 میلیارد سال سن داره و از اون زمان تا به الان هر اتفاقی که افتاده نورش داره با سرعت 300,000 کیلومتر بر ثانیه حرکت میکنه. ولی این سرعت هر چقدر هم که زیاد باشه یک حدی داره. یعنی نور فقط تونسته توی این مدت یک محدوده ای از جهان رو به ما نشون بده. این محدوده رو میگیم جهان قابل مشاهده و هر چیزی که خارج از این محدوده باشه ما اون رو هرگز نمیبینیم چون نورش به ما نرسیده. ما توی یک کره از نور محاصره شدیم که فقط چیزهایی که داخل این کره هست رو میبینیم. حالا یک مشکل دیگه هم هست که دیدن فراتر از جهان قابل مشاهده رو غیر ممکن میکنه. جهان داره منبسط میشه و هر چقدر که به دورتر و دورتر بریم سرعت این انبساط بیشتر میشه. یعنی بخش‌هایی از فضا هست که کهکشان‌ها اونقدر با سرعت از ما دور میشن که حتی نورشون هم نمیتونه به ما برسه، چرا که در اون قسمت‌ها سرعت انبساط جهان از سرعت نور هم بیشتره. حالا که فهمیدیم چرا نمیتونیم فراتر از جهان قابل مشاهده رو ببینیم، بریم سراغ این که دانشمندان چه نظریه‌هایی درباره اون بیرون دارن. یعنی اصلا چی میتونه اونجا باشه؟ چند تا نظریه مختلف وجود داره که هر کدوم یک تصویر متفاوت از چیزی که اون طرفه بهمون میدن. خب بریم سراغ نظریه جهان بی‌نهایت که یکی از عمیق‌ترین ایده ها درباره کیهانه. این نظریه میگه که جهان هیچ مرزی نداره و تا هر جا که فکرش رو بکنید ادامه داره.
یعنی اگه یک سفینه داشته باشید و مستقیم برید، هیچ وقت به یک دیوار یا لبه نمیرسید که بگید خب اینجا ته دنیاست و دیگه هیچ چیزی بعد از اون نیست. جهان هم همینطور ادامه داره، چرا که بعضی از دانشمندان فکر میکنن که جهان هیچ انتهایی نداره. یکی از دلایل اصلیش اینه که تا الان هر چقدر که نگاه کردیم هیچ نشونه‌ای از یک انتها یا مرز برای جهان پیدا نکردیم. یعنی توی هر جهتی که تلسکوپ‌های قوی مثل جیمز وب رو نشونه گرفتیم، فقط کهکشان پشت کهکشان دیدیم و هنوز چیزی که نشون بده یک پایان وجود داره رو پیدا نکردیم. یه دلیل دیگه اینه که قوانین فیزیک هیچ محدودیتی برای اندازه جهان تعیین نمی‌کنن. یعنی توی معادلات فیزیک چیزی وجود نداره که بگه جهان حتما یک اندازه مشخص داره و بعد از اون هیچ چی نیست. در واقع مدل‌های ریاضی که برای کیهان شناسی استفاده میشن اجازه میدن که جهان یک فضای بی‌نهایت باشه. بذارید یک مثال بزنیم براش. فرض کنید که روی یک سطح کاملا صاف و بی‌انتهایی ایستادید. هر طرف رو که نگاه کنید تا جایی که چشم کار میکنه سطح ادامه داره. هیچ دیواری نیست، هیچ لبه‌ای نیست که ازش بیافتید پایین. این یک مدل ساده از جهان بی‌نهایت میتونه باشه. یه مدل دیگه که بعضیا مطرح میکنن اینه که شاید جهان مثل یک صفحه 2 بعدی نباشه، بلکه مثل یک کره 4 بعدی باشه که هیچ لبه‌ای نداره. درست مثل زمین. مثلا اگه روی زمین راه برید هیچ وقت به یک لبه‌ای نمیرسید که بگید خب اینجا دیگه زمین تموم میشه. فقط دوباره به نقطه شروع برمیگردید. حالا بعضی دانشمندان میگن که شاید فضا زمان هم همچین حالتی داشته باشه و ما توی یک چیزی مثل یک کره 4 بعدی هستیم که هیچ وقت به پایان نمیرسه. یکی از شواهدی که ممکن است بی‌نهایت بودن جهان حمایت کنه اینه که کهکشان‌ها تقریباً به صورت یک نواخت در همه جهات توزیع شدن. اگه جهان یک مرز داشت، احتمالاً نزدیک اون مرزها یک تفاوت‌هایی توی چگالی کهکشان‌ها دیده می‌شدن. ولی چیزی که ما می‌بینیم اینه که کهکشان‌ها هر طرف که نگاه کنید تقریباً به یک شکلی پخش شدن. یه دلیل دیگه اینه که اگه جهان یک لبه داشت و نور به اونجا میرسید، باید یک جوری یک بازتاب یا اثری از اون دیده میشد. ولی تا الان چیزی که نشون بده یک مرز وجود داره کشف نشده. خب اگه این نظریه درست باشه یعنی کیهان یک جای خیلی خیلی بزرگه که ما فقط یک بخش خیلی کوچیکش رو میبینیم. یعنی اگه بتونید تا جایی که میخواید سفر کنید، باز هم به یک جای جدید میرسید و هیچ وقت به انتهای اون نمیرسید. یه نتیجه دیگه اینه که اگه جهان بی‌نهایت باشه، ممکنه یک جای اونورتر یک نسخه دیگه از شما وجود داشته باشه. چون تعداد راههایی که اتم‌ها میتونن کنار هم قرار بگیرن یک مقدار محدوده. ولی اگه یک فضای بی‌نهایت داشته باشید، بالاخره اون ترکیب‌ها باید دوباره تکرار بشن. این یعنی شاید یک جای یک نسخه دیگه از شما وجود داشته باشه که مثل شما هست. البته این رو هنوز میتونیم در حد یک ایده جذاب بدونیم. نظریه بعدی مولتیورس هست. نظریه چند جهانی یا مولتیورس میگه که ممکنه این جهان که ما توش زندگی میکنیم فقط یکی از بی‌نهایت جهانهای دیگه باشه. یعنی ما فکر میکنیم که همه چیز همینه که میبینیم، ولی در واقع یک عالم دنیای دیگه هم وجود داره که ممکنه قوانین فیزیکی متفاوتی داشته باشن، ساختارشون فرق کنه یا حتی نسخه‌های دیگه‌ای از ما توشون باشن. خود نظریه مولتیورس از چند تا نظریه مختلف سرچشمه گرفته که هر کدوم یک جوری به این ایده اشاره میکنن. مهمترین این نظریه اینها هستن. یکیشون نظریه تورم کیهانی هست. بعد از اینکه بیگ بنگ یا مه‌بانگ اتفاق افتاد، جهان توی یک لحظه بسیار کوتاه، یعنی کمتر از 1 میلیونم ثانیه، به طرز عجیبی بزرگ شد. حالا یک سری فیزیکدان میگن که شاید این تورم همیشه و همه جا یکسان نبوده. یعنی شاید توی بعضی جاها متوقف شده و یک جهان مثل ما ساخته شده، ولی توی جاهای دیگه هنوز ادامه داره و جهانهای دیگه‌ای دارن به وجود میان. مثلا فرض کنید یک قابلمه سوپ رو روی اجاق دارید و داره قلقل میزنه. حباب‌هایی که روی سطحش تشکیل میشن رو ببینید. هر کدوم از این حباب‌ها یک جهان میتونن باشن و ما فقط توی یکی از اون حباب‌ها هستیم، در حالی که ممکنه بی‌نهایت حباب دیگه هم وجود داشته باشن.
دومیش مکانیک کوانتومی هست. نظریه دیگه‌ای که مولتیورس رو مطرح میکنه از مکانیک کوانتومی میاد. این نظریه میگه که هر بار یک انتخاب انجام میدید، یک نسخه دیگه‌ای از شما توی یک دنیای دیگه انتخاب دیگه‌ای رو انجام میده. اینو بهش میگن تفسیر چند جهانی مکانیک کوانتومی و ایده‌اش اینه که هر احتمالی که ممکنه اتفاق بیفته توی یک دنیای دیگه واقعا اتفاق میفته. یعنی در جاهای دیگه نسخه‌های متفاوتی از شما وجود دارن که مسیرهای متفاوتی رو انتخاب میکنن که میتونن منشأشون آگاهی باشن که مشاهده‌گر اون اتفاق هست و میتونن باعث به وجود اومدن نسخه‌های متفاوتی بشن. سومین نظریه مربوط به چند جهانی میشه ریسمان. یک نظریه دیگه که از فیزیک نظری اومده میگه که شاید جهان ما فقط 3 بعد از یک جهان بزرگتر با چندین بعد باشه. مثل اینه که یک مورچه روی یک کاغذ حرکت کنه و فکر کنه که فقط 2 بعد وجود داره، در حالی که ما میدونیم یک دنیای 3 بعدی بالای سرشه. شاید ما هم توی یک سطح نازک از یک دنیای چند بعدی هستیم و نمیتونیم متوجه بشیم که چیزهای دیگه‌ای هم فراتر از این ابعاد وجود دارن. چهارمی هم مولتیورس و سیاهچاله ها هستن. ایده دیگه اینه که شاید هر سیاهچاله در واقع دروازه به یک جهان دیگه باشه. یعنی وقتی چیزی داخل یک سیاهچاله میفته شاید از یک جهان دیگه سر در بیاره و یک جهان جدید بسازه. اون در حد یک تئوریه، ولی بعضی از فیزیکدانان مثل راجر پنروز دارن روی این ایده کار میکنن. حالا سوال مهم دیگه اینه که آیا نشونه‌هایی داریم که بگه مولتیورس واقعی میتونه باشه؟ بعضی از محاسبات درباره تابش پس زمینه کیهانی، یعنی نوری که از زمان بیگ بنگ باقی مونده، نشون میدن که شاید جهان ما یک جورایی با یک چیز دیگه برخورد داشته. بعضی اینو یک نشونه برای وجود جهانهای دیگه میدونن. اگه نظریه درست باشه، یعنی چیزایی که ما میبینیم فقط یک بخش کوچیک از واقعیته. سومین نظریه جهان فرامشاهده‌ای ما، نظریه جهانهای موازیه که میگه شاید توی همون زمان که ما داریم توی این جهان زندگی میکنیم دنیاهای دیگه‌ای هم وجود داشته باشن که در موازات با ما در حرکت هستن. یعنی یک دنیای دیگه که قوانین فیزیکی همونن، ولی شاید اتفاقات توش یک جور دیگه پیش بره یا خیلی متفاوت تر از اون چیزی که ما میبینیم. این نظریه از مفاهیم مکانیک کوانتومی و تئوری‌های فیزیک مدرن به وجود اومده. در اینجا باید اشاره کنیم که مکانیک کوانتومی خیلی از رفتارهای ذرات رو طوری توصیف میکنه که به نظر میرسه به هیچ وجه توی جهان بزرگ ما قابل درک نیستن. برای مثال ذرات میتونن در 2 یا چند مکان به طور همزمان وجود داشته باشن تا زمانی که یک مشاهده یا اندازه‌گیری انجام بشه. این سوال که چرا چیزی که توی سطح کوانتومی با قوانین عجیب و غریب رفتار میکنن در سطح ما به صورت واضح و ثابت به نظر میاد، باعث شد که فیزیکدانان نظری به نام تفسیر چند جهانی رو مطرح کنن. جهانهای موازی از هم جدا نیستن، بلکه به صورت همزمان در کنار هم در حال تغییرن. به طور کلی هم هنوز شواهد قطعی و مستقیمی برای وجود جهانهای موازی نداریم، اما برخی نشانه‌ها و استدلال‌ها وجود دارن که ممکنه به این نظریه اشاره کنن. این شواهد بیشتر بر اساس مفاهیم ریاضی و شبیه سازی‌ها و تئوری‌های فیزیکی هستند. مطالعات تابش پس زمینه کیهانی CMB. در تابش پس زمینه کیهانی که نتیجه بیگ بنگه، دانشمندان الگوهایی پیدا کردن که ممکنه نشون دهنده برخورد جهان ما با جهانهای دیگه باشه. این برخوردها میتونن باعث ایجاد تغییراتی در الگوهای تابش بشن که در مدل‌های فیزیکی توضیح داده نمیشه، ولی شاید مربوط به جهانهای دیگه باشه. در حالی که مرزهای قابل مشاهده جهان و محدودیت‌های کنونی علم ما سوالات زیادی رو به وجود میارن، پیشرفت‌های علمی مداوم ممکنه روزی ما رو به جایی برسونه که بتونیم فراتر از این مرزها رو کشف کنیم. اگرچه علم فعلی ما در حال حاضر قادر به دیدن اونچه که فراتر از جهان قابل مشاهده وجود داره نیست، اما با توجه به نظریه‌های مختلف مثل چند جهانی
جهان بی‌نهایت و نظریات مختلف دیگه ممکنه در آینده نزدیک یا دور ابزارها و فناوری‌های جدیدی کشف بشه که مرزهای فعلی رو بشکنه. به عنوان مثال کشف تابش‌های کیهانی یا پیشرفت در مدل‌های ریاضیاتی و تجربی میتونه به ما کمک کنه تا درک بهتری از جهان‌های غیر قابل مشاهده پیدا کنیم. همچنین از اونجایی که فیزیکدانان در حال حاضر مشغول کشف دنیاهای کوانتومی و توسعه نظریه‌های جدید در این زمینه هستند، ممکنه در آینده به مفاهیمی دست پیدا کنیم که الان برای ما غیر قابل تصور به نظر میرسه. پس ممکنه روزی برسه که با ابزارهایی که میسازیم یا با درک جدید از قوانین طبیعت بشریت قادر باشه مرزهای کیهان رو در هم بشکنه و وارد دنیای ناشناخته‌های فراتر از جهان قابل مشاهده بشه. البته این ممکنه زمان زیادی نیاز داشته باشه، اما همیشه علم در حال تکامله و هر کشف جدید در نهایت دروازه جدید به سوی ناشناخته‌ها باز خواهد کرد.